شما هم حتما شنیدید که بازار مسکن این روزها توی رکود سنگینیه، اما این رکود قبل از طوفان یا نشونه یه مرگ مغزیه. پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر صحبت هم با من همراه باشید. یه نکته خیلی مهمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، از یه طرف با افزایش هزینه ساخت مسکن تا متری 30 میلیون تومان و با بالا رفتن دستمزد کارگر و هزینه مساله و از همه مهمتر قیمت زمین، اجازه ارزون تموم کردن ساخت مسکن به سازنده ها داده نمیشه متاسفانه. و از طرف دیگه هم قدرت خرید مردم اونقدر پایین اومده که حتی کف قیمت ها هم از سقف توان مالی مردم بالاتره. به همین خاطر بازار مسکن نه میریزه نه میتونه جهش قیمتی رو تجربه کنه، فقط توی تعادل شکننده قرار گرفته. واقعیت اینه که ابر سرمایه‌دارهای مملکت که بانک ها هستن هنوز هم سرمایه اصلیشون رو توی ملک نگه داشتن. اما نکته مهم اینجاست، هرچی زمان بیشتر میگذره و خطر جنگ بعدی کمتر میشه، ثبات بیشتری بر بازار مسکن برمیگرده و به مرور بازار مسکن به فکر انتقام از بازار طلا و دلار میفته تا جایگاه از دست رفتش رو به نوعی پس بگیره. حالا اینکه چقدر بتونه این کار رو انجام بده و موفق بشه بستگی داره به سیاست‌های مالی دولت توی ماه‌های آینده. ببینید، رکود مسکن الان چرخه تولید مسکن رو به نوعی فلج کرده و به بازار بزرگ کار مسکن آسیب وارد کرده. اما یه چیزی کاملا واضحه دوستان، تقاضا برای مسکن همیشه وجود داره ولی فقط فعلا خریدارها صف انتظار واسادن و منتظرن که قدرت خریدشون برگرده. من حسین هستم و اینجا توی پیجم هر هفته بازار طلع و مسکن رو رصد میکنم. اگه دوست داری که از روند بازارها خبر داشته باشی، پیج من رو فالو کن و با من همراه شو. موفق باشید.